سلام آقای احمدی. من این تختتون رو یه سرویس بکنم. چرا چی شد مگه؟ آقا صداتون 24 پایینه، به خدا شما بیاین من نه بابا این چه حرفه؟ صدا تلویزیونمونه. من صدای تلویزیون و ماشقر نمیفهمم. نمیدونم بالا، ولی اینجوری که میگید نیست. آچار کشی کنم به خدا خدا صدا خواهش میکنم. اذیت میشید لذت نمیبرید. سلام آقای احمدی. سلام آقای اسدی. جا حیوان تو خونه. اسی دست شما چیکار میکنه؟ تو باغچه داشت به گل آسیب میرسون، من برداشتم. ببخشید من معذرت میخوام تو رو بابا. خدا رعایت. دستتون درد نکن. اسدی بفرمایید. این چیه؟ یونجه مگه اسب ندارید اینجا؟ برای چی آقا؟ اسب ندارید شما؟ نه والا اسبمون کجا بود؟ آخه صدا اسب میاد پایین، هر 2 دقیقه یکی میگه بفرمایید. آقا ببخشید من روم سیاه. روی چی سیاه؟ آقا شما بفرما پایین ببین چه صدایی میاد. طویله انقدر صدا نمیاد که پایین داره انقدر صدا. من معذرت میخوام ببخشید. اینو فعلا بگی میام ورده بخوره اسبتون. دستتون درد نکن. خواهش میکنم. آقا اسدی این سویچ من عزیزم، ببر ببین ماشین من کجا براش بهتره همونجا پارک کن. چرا آقا چی شده آقا من من؟ هر جا پارک میکنم یه جوری میذاری من نمیتونم در بیام. تمام ماشین من خط و خش شده. ببخشید جا پارک نبود آخه مجبور شدم. شما بفرما برو ماشین من هر جا به صلاح ماشین منه همونجا پارک کن. من 5 دقیقه پارک کردم فقط ببخشید. آقا 5 دقیقه 2 دقیقه ما رو قاسی کردید شما. آقا اسدی ما رو شما آقا اسدی.